برادر و خواهر عزیز، وقتی کار گناهی را میبینی چرا آن را باز نمیداری؟ چرا آن را منع نمیکنی؟ چرا اقلا یک بار نمیگویی که برادر یا خواهر این کار تو گناه است و سببگار غضب پروردگار می شود؟ آیا گمان میکنی که از کار گناه باز داشتن فقط کار واعظان و عالمان دین است؟ یا میگویی که گوری تو جدا و گوری من جدا؟ اگر اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم گوری تو جدا و گوری من جدا میگفتند، حالا ما و شما مسلمان نبودیم و در دین زردشتی باقی میماندیم و با مادران و خواهرانمان ازدواج میکردیم. العیاذ بالله. همه ما گناهان را میشناسیم که کدام کار گناه است و کدام کار گناه نیست. همه ما میدانیم که بی‌حجابی گناه است، صحبت‌های محرمانه با زنان بیگانه گناه است، پهن کردن رسم و نوارهای فحشا و بی‌حیایی گناه است، دشنام و حقارت‌های فحش گناه است، بینمازی گناه است، غیبت و سخنچینی گناه است. خلاصه همه گناهان را میدانیم و میشناسیم، ولی هیچ یکی از ما وقت دیگران را ببینیم که این گناهان را انجام میدهند اقلا یک بار هم نمیگوییم که این کار تو گناه است، این کار را نکن. ما میتوانیم اقلا دوستان و نزدیکانمان را از کار گناه باز داریم، ولی این هم از ذهن و خیال ما کیها رفته است. آیا میدانید که این کار شما، یعنی از کار گناه منع نکردن، چه پیامدهای بدی دارد؟ وقتی در بین مردم انجام گناهان زیاد شود و آنها یکدیگر را از آن گناهان باز ندارند، خداوند آنها را لعنت می کند، یعنی از رحمتش دور می کند و هر گونه عذاب را بر سرشان نازل می کند. العیاذ بالله. چطوره که قوم بنی اسرائیل را خداوند لعنت کرد و هر گونه عذاب را بر سرشان نازل کرد و سبب آن را خداوند در آیه های 78 و 79 سوره مائده چنین بیان کرد که آنها کار گناه انجام می دادند ولی یکدیگر را از کار گناهان باز نمی داشتند. برادر و خواهر عزیز، بدان و آگاه باش که خداوند صفت مردان و زنان با ایمان را در قرآن عظیم الشأن چنین بیان فرموده است: استعیذ بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون الله ورسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. صدق الله العظیم. یعنی و مردان و زنان با ایمان دوستان و یاوری یکدیگرند، امری به معروف و نهی از منکر می کنند، یعنی یکدیگر را به کارهای نیک امر می کنند و از کارهای گناه یکدیگر را باز می دارند و نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و پیامبرش را اطاعت می کنند. اینهایند که خداوند به زودی آنها را مورد رحمت قرار می دهد. بیگمان خداوند پیروزمند حکیم است. این است صفت مردان و زنان با ایمان که خداوند آن را در کلام خیش بیان فرموده. مؤمنانی که دارای این گونه صفتها هستند وعده رحمت و مهربانی کرده است. از این معلوم می شود که امر به معروف و نهی از منکر، یعنی به کارهای نیک امر کردن و از کارهای گناه باز داشتن، تنها وظیفه واعظان و عالمان دین نیست، بلکه وظیفه هر فرد مسلمان، یعنی وظیفه هر مرد و زن مسلمان است که یکدیگر را به کارهای نیک امر کنند و از کارهای گناه باز دارند. برادر و خواهر عزیز، آیا نمیخواهی که مورد رحمت پروردگار قرار بگیری؟ البته که میخواهی و این آرزوی هر فرد مسلمان است،
پس خود را با این صفتهایی که خداوند در این آیت بیان فرموده است زینت بده، انشاءالله که مورد رحمت پروردگار قرار میگیری. وقتی انسان مورد رحمت پروردگار قرار بگیرد، موفقیت در کارها و کامیابی دنیا و آخرت نصیبش میگردد. خداوند همه ما را امر کننده به کارهای نیک و بازدارنده از کارهای گناه بگرداند و ما را با این صفتهایی که بیان فرموده است زینت بدهد و مورد رحمتش قرار بدهد. آمین یا رب العالمین. والسلام على من اتبع الهدى. كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا.